میدونستی یکی از معروفترین کلمه‌های فرانسه شاید اصلا فرانسوی نباشه؟ دارم درباره کلمه بیستخو صحبت میکنم. تقریبا تو تمام کوچه پس کوچه های فرانسه یه بیستخو پیدا میشه، اما داستان تاریخی وجود داره که خیلی‌ها نمیدونن. داستان برمیگرده به سال 1814. پس از سقوط ناپلئون، سربازهای ارتش روسیه وارد پاریس میشن. سربازها به کافه‌ها و رستوران‌ها میرن و مدام فریاد میزنن بویسترا بویسترا، یعنی سریع، تند. کم کم این کلمه به گوش فرانسویان میرسه و کافه رستوران‌های کوچیکی که غذا و نوشیدنی رو سریع سرو میکنن شدن بیستخو. حالا داستان کجا جالب میشه؟ خیلی از زبانشناسا میگن هیچ مدرک تاریخی دقیق وجود نداره که ثابت کنه این داستان منشأ کلمه بیستخو هستش و اینجاست که زبان فرانسه رو جذاب میکنه. این شاید فقط یک داستان معروف باشه. حالا شما به من تو کامنت ها بگین به نظرتون این داستان یک داستان تاریخی دقیقه یا فقط یک افسانه است؟ گاهی اوقات پشت سر یک کلمه یک داستان تاریخی پنهان شده. منتظر کامنتاتون هستم.